أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنك برادران وخواهران عزيز، ما از کتابی که امام رحمه الله عطاء الله الاسکندری تألیف کرده بودند، از این کتاب عباره عربی را خوانده با زبان تاجیکی شرح میدهم. الله در خصوص علم و عمل و اخلاص همه ما و شما را موفق گرداند. بحثی که ما آمدیم، من اماتته الغفلة لم ترده النکبات. آن کسانی که اماتته الغفلة، غفلت آنها را کشته است، لم ترده النکبات، آن کسانی که غفلت قلبهایشان را کشته است، استیلا کرده است، آنها را مصیبت ها هم برای حق برگردانده نمیتواند. طالما تمرغت فی مواطن المحن، انسان ها را ما میتوانیم به دو تقسیم کنیم. از همین سرلوحه میتوانیم که انسان ها را به دو تقسیم کنیم. بعضی از انسان ها هستند که تمام حیات های خودشان را در محبت الله صرف کردند و در آنجا باقی ماندند و حیاتشان را ادامه دادند. و بعضی از انسان های هستند که حیات های خودشان را در بلا و آفت، زنا، فحش و قمار و جایهایی که یک ذره رضا الله هم در آنجا وجود ندارد، حیاتهای خودشان را در آنجا ادامه داده و باقی مانده و در آن حال مردگی هستند که الله از این حالت ما و شما را محافظه گرداند. و بعضی از انسان‌هایی هستند که در حالتی بدی زندگانی میکنند، الله با سبب یک بلا و آفت آنها را به طرف محبت رضای خود میکشد. این گونه انسان‌ها هم وجود دارند. و بعضی از انسان‌هایی هستند که حیاتشان را، جزء حیاتشان را یا اکثر حیاتشان را در محبت و طاعت الله صرف کرده هستند، لیکن با یک سبب کبر، یک سبب عجب خود را پسندیدن یا به فریب شیطان یا به دوستی که اخلاق شیطانی دارد و سخنهایش گوش کرده، از چارچوبه رضای الله برآمده به دامن شیطان می افتند که الله ما و شما را هم از این حالت محافظه گرداند. طالما تمرغت فی مواطن المحن، تو در جایهایی که بلا و سختی بود زیاد موندی. اکنون فتمرغ فی محب الله عز وجل، اکنون در جایهای باش که در آن جایها محبت خدا را به دست می آوری. نصیحت امام است. فهذه الحقیقه تبین طریقک، این حقیقت ها راحت را نشان می دهد. ولكن من اماتته الغفله، اما کسی که غفلت قلبش را، طرف روحش را کشته است، لم ترده النکبات، حتی مصیبت ها، نصیحت را گذار، قول خوب را گذار، حتی مصیبت ها که به سرش می آید او را بیدار نمی کند. لان المرأة ناقصة العقل، همچنین زنی که عقلش ناقص است، بی اندیشه است، بی فکر هست، یموت ولدها وهي تضحک، در حالتی که فرزندش وفات کرده است، به جایی که گریه کند خنده میکند. این حالتی که است، حالتی که زن به عقل، زن به فراست، زن به اندیشه است، حالت این زن همین گونه است. فکذلک، حالت تو نیز چنین است. تنکب عن قیام اللیل، از عبادت شبانه و صیام النهار و از روزه روزانه قفا مانده ای، و فی جمیع جوارحک ولا تتألم، ولی عضوهایت یگان درد حس نمی کند. بعضی انسان هایی هستند که نماز نمی خوانند، روزه نمی دارند، حج برایش فرض است، زکات برایش فرض است، حج نمی روند، زکات نمی دهند و از این عمل هایی که به جای نآوردند یک اعضاهایشان، قلبهایشان یگان درد نمی بیند. پس این نتیجه چی است؟ انسانی که امرهای خدا را به جا نآورده ایستاده است و در این حالت درد هم نمی بیند، سرش هم درد نمی کند، زندگیش روز به روز بهتر شده ایستاده است، با یگان مصیبت دوچار نمی شود. پس این نتیجه چی است؟ و ما ذلك الا لان الغفلة قد اماتت قلبك، این نتیجه تنها نتیجه است که غفلت قلب این انسان را کشته است، نابود کرده است. لان الحی، آدم زنده، یؤلمه نقر الابرة، وقتی که مخچه خورده که آن رو گرفتید، نوگش رو به پایش، به بدن آدم زنده که در آوردید زدید، درد حس میکند. این مخچه، نوگ مخچه، یؤلمه، درد میبیارد، درد میآورد، دردناک میکند بدن این زنده رو. ولو قطع المیت بالسیوف
ولی آدمی که مرده باشد اگر با شمشیر این را پاره پاره گرداند هم لم یتألم، هیچ درد احساس نمی کند. فانت حی میت القلب. امام رحمه الله میگویند که پس حالت تو این است، تو در ظاهر زنده هستی، در کیف و صفا هستی، در ناز و نعمت هستی، نه سرت درد میکند، نه بدنت، نه روحت درد میکند، لیکن میت القلب، لیکن قلب تو مرده است. الله متعال کسانی که داخل جنت میشوند آنها را که وصفهایشان را بیان میکند در قرآن کریم میگوید که الله متعال استعاذ بالله الا من اتى الله بقلب سلیم. اهل جنت آن انسان‌هایی هستند که قلب‌هایشان سلیم است، قلب‌هایشان پاک است، قلب‌هایشان زنده است، قلب‌هایشان با رحمت الله مزین است، با فیض و برکت الله زیبا کرده شده است. الله هر یکی ما و شما را از غفلت محافظه گرداند. غفلت که قلب انسان را کشت، انسان هر چقدر در گناه، در زنا، در جای‌هایی که منهی الله است وقوع یابد هم خودش را در حضور، در راحت حس می‌کند. و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.